در ابتدای ماه ایول سال 2022 مردم چین از سبب افرادگیری اقلیم باز زیر خطر زیاد قرار گرفتند. روز 2 ایول طوفان چابا به ساحل ولایت گواندون رسید. این سومین طوفان نامبر شده در موسم طوفان اقیانوس آرام در سال 2022 و اولین طوفان به چین افتاده بود. طوفان با شدت شمال تا 180 کیلومتر در یک ساعت همراه شده و مناطق جنوب کشور بارشات شدید آورد و اینچنین در منطقه های گوناگون 3 طوفان را به وجود آورد. در شهر چاودژو و گردبارد بیناها و خانه را خراب کرد. خط الکتریکی ویران شد. در شهر چنگزیانگ و معامین شمال شدید بیش از 230,000 خانواده را از برق محروم کرد. در نزدیکی ساحل گونگکنگ آفت کشتی مهندسی را که در مرکز طوفان بود 2 تقسیم کرد. زیاده از 2,000 نفر اعضایان اکیپاژ بی‌درک شدند. تنها چند نفر نجات یافتند. کارهای جستجویی و نجات‌دهی ادامه دارد. خود همان روز در شهر تایوان ولایت شانسی ناگهانی باران بارید. در جایها به چقوری بیشتر از 1 متر راهها زیر آب مانده. شماری زیادی ماشین‌ها زیر آب ماندند. موسم بارانگیری‌های تابستانه در چین تقریباً هر سال با آبخیزی‌های عظیم همراه می‌شوند، اما هرچی بیشتر کارشناسان می‌گویند که تغییریابی اقلیم می‌تواند باعث باران‌های شدید را و زود گردد. آیا آدمان به چنین آفت‌ها آماده‌اند؟ آیا آنها می‌توانند خود و عائله خود را محافظت کنند؟